سرخط خبرهای مهم: جریمه صدها پدر و مادر برای تربیت نادرست فرزندان. مایل با مال و مبلغ. شرح رسمی کشتار پرسر و صدا در ناحیه رودکی و نگرانی از تخریب مسجد مزار کبود. سلام و روز خوبی داشته باشید. برنامه نوید بامدادی رو با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان براتون تقدیم میکنیم. امروز جمعه 14 نوامبر. در شهر دوشنبه 1312 پدر و مادر را برای تعلیم و تربیت نادرست فرزندانشان جزا دادند. این امور در 10 ماه سال جاری به قید گرفته شده است. مقامات کارهای داخلی شهر دوشنبه با نشر این معلومات گفت این پدر و مادران بر اساس ماده 90 کودکس حقوق ویرانکاری ماموری، یعنی اجرا نکردن عهدهداری تعلیم و تربیت کودک، جزا گرفتند. این بند قانونگذاری از 750 سوم جریمه تا 10 شبانه روز حبس را پیش بینی می‌کند. به گفته مقامات انتظامی در اکثر موارد محض از بی‌نظارتی و بی‌مسئولیتی پدر و مادران نورسان استفاده برده دست به کردارهای گوناگون حقوق ویران کننده و حتی جنایت‌های وزنین می‌زنند. مقامات از ساکنان خواستند که نسبت به تعلیم و تربیت فرزندان بی‌طرف نباشند. این امور در حال نشر می شود که چند روز قبل در پی کورتکشی مکتب بچگان در شهر دوشنبه یک خواننده جان باخته، نورسی دیگر مجروح شد. وزارت کارهای داخلی با پخش یک نوار با نام آشکاریابی جنایت‌های وزنین در سال 2025 حادثه پرسر و صدای کشتار 4 عضو یک خانواده در ناحیه رودکی را شرح داد. مقامات در این برنامه شخصیت گمانبر به کشتار مادر و 3 فرزند نابالغ او در ناحیه رودکی را آشکار کرده چهره او را هم نشان دادند، اما نام دیگری گمانبر که نابالغ است ذکر نشده است. گزارشگر در این نوار وزارت کارهای داخلی میگوید آشکارسازی این جنایت خیلی دشواری را پیش می آورد. به گفته مقامات عامل این جنایت میل به مال و مبلغ است و همین سبب همسایه عظیم سیف الله اودین خوجایف را به جنایتکار تبدیل داد. در گزارش از این بیشتر جزئیات حادثه شرح داده نشده، تا کجا رسیدن تفتیشات هم ذکر نگردیده است. حادثه قتل بی‌رحمانه شعلا نظروی 45 ساله همراه با پسر و 2 دخترش شام 5 سپتامبر سال 2025 رخ داده. به نقل همسایه‌ها جسد آنها را بعد 2 روز پیدا کردند. دختران زن حبیبه و حمیده 15 ساله و 17 ساله و پسرش شرف 6 ساله بودند. شوهر زن که در مهاجرت کاری بود بعد حادثه به تاجیکستان آمد. ساکنان مزار شریف افغانستان از آن نگرانند که بر اثر زمین لرزه اخیر مسجد تاریخی شهر زیان دیده و کسی تاکنون در فکر تعمیر و ترمیم آن نیست. مسجد کبود یا روضه حضرت علی از معروفترین جای دیدنی و زیارتی در شمال افغانستان است که در پی زمین لرزه شب 3 نوامبر آسیب دیده است. همکارم کایو مرسی تا گزارش می‌دهد. مسجد کبود یا روضه حضرت علی مکانی تاریخی و مقدس برای اکثر مسلمانان در شهر مزار شریف. اینجا از معروفترین جایهای دیدنی و زیارتی در شمال افغانستان است که در پی زمین لرزه روز 3 نوامبر آسیب دیده است. در این زمین لرزه بیش از 6 درجه‌ای در افغانستان 27 کس جان باخته، حدود 1000 نفر زخمی شدند و در همین زمین لرزه کاشیکاری‌های قدیمی دیوارهای مسجد نیز ریخته، گنبدهایش نیمه ویرانه گشتند. زلزله که اون شب رخ داد با واقعا یک زلزله بسیار شدید بود. در طول 50 سال عمر خود ما رقم زلزله ندیده بودم و بسیار خسارات به مردم مسکین بیچاره اهالی بلخ سمنگان و خلم به بار آورده و همچنان روضه شریف که شما میبینید نمادی از شهر مزار شریف است که بسیار آسیب جدی در هر قسمت از مناره‌اش و گنبدهای روضه شریف رسانیده شده توسط زلزله. ساکنان از حکومت طالبان در افغانستان درخواست کردند که فوراً اقدام کنند تا این آثار تاریخی نابود نشود. روضه شریف در شهر مزار شریف یک نماد تاریخی هستند که مردم بیشتر در اینجا همیشه میایه و تجمع میکنه و در کنار از این قسمتایی که روضه شریف تخریب شده توجه جدی تجارای ملی و سایر افراد و حکومت توجه جدیش خواهان هستیم که در این قسمت اینا را بازسازی بکنند. مسجد کبود در زمان حکمرانی سلاله تیموریان در عصر 15 ساخته شده است. ساکنان اعتقادمند با تکیه به بعضی از روایت‌ها این مکان را قدمجا یا جای دفن علی داماد پیامبر اسلام محمد می‌دانند. آنها بر این باورند که
علی نه در عراق امروزه چنان در روایت‌های تاریخی ذکر شده است، بلکه در شهر مزار شریف ولایت بلخ افغانستان دفن کرده شده است. از این رو باورمندان این مکان را مقدس می‌دانند و آن را زیارت می‌کنند. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان با پخش یک خبر شهروندان کشور را برای کار در گرجستان در بخش برده‌رسانی یا دستافکا دعوت کرده است. مزد کار در یک ساعت بیش از $6 یا حدود 58 سومانی بوده. خراجات خرید چپته، خوراک و جای زیست از حساب خود کارگر پرداخت کرده می شود. خواهشمندان در اساس شرطنامه مهنتی با مدت 1 سال در این کشور فعالیت کرده می توانند. از 18 تا 45 ساله بودن، نداشتن داغ سودی و داشتن شهادتنامه رانندگی از طلبات اساسی برای کارجویان بوده است. مقامات تاجیکستان سالهای اخیر تلاش دارند با جز روسیه راه مهاجران تاجیک و دیگر کشورها باز شود. از جمله شهروندان تاجیکستان برای کار به بریتانیای کبیر و کره جنوبی فرستاده می شوند، ولی شماره آنها زیاد نیست. وزیر دفاع تاجیکستان گنرال پالکوونیک امامعلی صابرزاده با گنرال شمشاد میرزا سردار ستاد کلی نیروهای مسلح پاکستان ملاقات کرده است. به اطلاع رادیوی پاکستان در این ملاقات که روز 12 نوامبر در شهر راولپیندی صورت گرفت، جانبها در مورد رابطه دو جانبه به ویژه فضای امنیتی جهانی و منطقه‌ای صحبت کردند. جانبها همچنین اقداماتی را بررسی کردند که به گسترش منبع‌های سطح همکاری‌های نظامی دو کشور روانه شدند. به اطلاع رسانه‌های پاکستانی گنرال شمشاد میرزا گفته است که هر دو کشور منافع منطقه‌ای مشترک دارند و به همکاری و تقویت نظامی خود ادامه می‌دهند. گنرال پاکستانی با عهده‌داری کشورش به تقویت صلح، ثبات و همکاری در سراسر منطقه به ویژه با کشورهای آسیا مرکزی تاکید کرده است. به نوشته رسانه‌های پاکستانی، وزیر دفاع تاجیکستان از کسبیت و دستاوردهای نیروهای مسلح پاکستان در مبارزه با تروریسم ستایش کرده است. پیش از این تاجیکستان میزبانی رزمایش مشترک ضد تروریستی دوستی 2025 بود که نیروهای ویژه پاکستان در آن اشتراک داشتند. این رزمایش‌ها در تمرینگاه وزارت دفاع تاجیکستان در فخرآباد برگزار شده. در آن 100 نفر نظامیان از هر دو کشور اشتراک کردند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 14 نوامبر خبر می‌دهد. 14 نوامبر سال 940 санаи даргузашти вазири дарбори Сомониён Абулфазли Балъамӣ аст. санаи таваллуди дақиқи ӯ маълум нест, вале исмаш ба хотири кору заҳматҳои ӯ дар таърих навишта шудааст. ӯ тақрибан ним аср дар дарбор кор карда, дар ташкили сипоҳ, саркӯби исьёнҳо, ҳалли ҳолатҳои буҳронӣ ва пешгирӣ аз ҷангу хунрезиҳо саҳмгузор шудааст. ӯро як ҳомии рӯдакӣ ҳам меномиданд, вале худи ӯ ҳам ба қавли таърихшиносон қурбонии туҳмате шуд ва ба қатл расид. аз санаи 14 ноябри соли 1991 рӯзи ҷаҳонии мубориза бо диабет ё бемории қанд баргузор мешавад, ки яке аз бемориҳои сангин ба шумор меравад. дар тоҷикистон зиёда аз 48 000 нафар расман чун гирифторӣ бемории қанд сабт шуда пайваста зери назари табибон ҳастанд. ба қавли табибон, бемории қанд метавонад боиси гирифтории кас ба касалиҳои дигар шавад. аз ин рӯ муоинаи ҳарсола машварат мешавад. 14 ноябри соли 2011 Султон Қувват, раҳбари ҳизби сабтнашудаи Тараққиёт, дар 61 солагӣ даргузашт. ӯ солҳо талош кард, ки ҳизби сиёсӣ Тараққиётро номнавис кунад, вале мақомот напазируфтанд. сиёсатмадори фаъол ва хостори номзадӣ дар президентии соли 1999 ва яке аз тарафдорони ислоҳоти сиёсӣ дар Тоҷикистон буд. ӯ дар муаррифии барномааш гуфта буд, ки худам дуздӣ намекунам, дигаронро ҳам дуздӣ карданӣ намемонам. بانک ملی صبح امروز 1000 روبل روسی رو با 115 سومانی، 100 یورو با 1077 سومانی و 100 دلار رو 927 سومانی مقرر کرده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. برایتون استراحت خوب آرزو مندیم تا روز دوشنبه. خدا نگهدار.